کلاهبرداری واضح شرکت پگاه. ببینید این یه شیره که غنی شده با ویتامین د هستش. اینم یه شیر کاملا معمولیه. قیمت این شیر باید از این گرونتر باشه به خاطر اینکه غنی شده با ویتامین هستش مثلا. اما قیمتشون یکی بود. من نگاه کردم ببینم که چرا این قیمت یکیه. ببینید اینجا نوشته تولیدش 30 آذره، اینم تولیدش 30 آذر، یعنی تولیدها یکی هستن. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ روی این شیر معمولی با مهری زدن قیمت رو که مهر این شیر هستش، روش نوشته غنی شده با ویتامین د. اصلا این غنی شده نیست، این مهری که روش نوشته و قیمت زده مال این نوع شیر هستش، مال این شیر نیست. با این مهر قیمت زدن که بتونن گرونتر بفروشن، در حالی که این شیر کاملا معمولیه، به هیچ عنوان غنی شده نیست. توی توضیحاتش هم میتونید ببینید که این شیر معمولیه ولی گرونتر میفروشن.